بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را، این سخنان الله را به دیگران رسانید تا دیگران بهره برند و از سخنای بهترینی پروردگارمان بهره برند و لذت برند. امروز برای شما سوره نجم ای ستاره پیشکش شما میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بی اندازه مهربان و بی نهایت با رحم. و النجم اذا هوا، سوگند به ستاره چون در افق فرو رود. ما ضل صاحبكم و ما غوا، یار و همنشین شما محمد صلی الله علیه و سلم نه گمراه شده و نه از راه حق میل کرده است. و ما ینطق عن الهوا، و از روی هوا و هوس نفس خود سخن نمیگوید. این هو الا وحی یوحی، آن چیزی که با خود آورده است و با شما در میان نهاده است، جز وحی و پیام نیست که از سوی الله بدو وحی و پیام میگردد. علمه شدید القوا، فرشته بسیار نیرومند که جبرئیل علیه السلام بود به او آموخت. ذو مرة فاستوى، نیرومند و توانمندی که به صورت اصلی خود در برابری پیامبر استاد ای جبرائیل علیه السلام. و هو بالافق الاعلى، در حالی که او ای جبرائیل علیه السلام در جهتی بلند آسمان روبروی بیننده قرار داشت. ثم دنا فتدلى، سپس جبرائیل پایین آمد و سر در نشیب گذاشت ای به پیش پیامبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم آمد. فکان قاب قوسین او ادنا، تا آنکه فاصله او ای جبرئیل علیه السلام و محمد صلی الله علیه وسلم به اندازه دو کمان یا کمتر گردید. فاوحى الى عبده ما اوحى، آنگاه به بنده اش الله آنچه را باید وحی کند وحی فرمود. ما کذب الفؤاد ما رأى، دل محمد صلی الله علیه و سلم تکذیب نکرد چیزی را که او با چشم سر دیده بود. افتمارونه علی ما یرا، آیا در آنچه دیده است با او جدال و ستیزه می کنید؟ ولقد رآه نزلة اخرى، و بیگمان یک بار دیگر هم او را دیده است. ای جبرئیل علیه السلام را دو بار دید، یک بار در آسمان دنیا به صورت خود که 600 پر داشت، بار دیگر هنگامی که از آسمان می فرامد. عند سدرة المنتهى، ای هنگامی که از آسمان فرود می آمد از نزد سدرة المنتهى. ای سدرة المنتهى درختی بزرگی هست بالای آسمان هفتم. برای چی نامیده شده است سدرة المنتهى؟ برای که چیزی که از آسمان می براید تا همونجا حق دارد که برسد، از اونجا بالا حق ندارد، همه چیز از همونجا پایان می بیاید. عندها جنت المأوى، بهشتی که منزل و مأوای متقیان است در کنار آن درخت است، در کنار آن است. ای بهشتی که در برگیرنده همه نعمت هاست، بهشتی که همه آرزوها به همون انتها میابند، بهشتی که در نزد همون درخت است، سدرة المنتهى. اذ یغشی السدرة ما یغشی، آنگاه که سدره را احاطه کرده بود آنچی از فرشتگان نور و زیبایی احاطه کرده بود یا که پوشانده بود همون درختی سدرة المنتهى را. ما زاغ البصر و ما طغى،
طغى، چشم محمد صلی الله علیه و سلم در دیدن خود به چپ و راست منحرف نشد و به خطا نرفت و سرکشی نکرد و تنها به همان چیزی نگریست که می بایست ببیند و بنگرد. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، او بخش از نشانه های بزرگ و عجایب ملکوت پروردگارش را در آنجا مشاهده کرد، ای دید. از جمله سدرت المنتها، بیت المعمور، بهشت، دوزخ و جبرئیل را به همون صورت فرشتگی خود دید. افرأیتم اللات والعزی، آیا بتهای لات و عزا را دیده اید؟ و منات الثالثة الاخرى، و منات آن سومینی بتی دیگر را دیده اید. الکم الذکر و له الانثى، آیا پسر برای شماست و دختر که از آن بیزارید برای الله است؟ تلک اذا قسمت ضیزى، در این صورت این تقسیم ظالمانه و ستمگرانه است. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. این بتها نامهای بیش نیستند که شما و پدراتان نامگذاری کرده اید. الله هیچ گونه برهانی بر حقانیت آنها نفرستاده است. مشرکان تنها از گمان و هوای نفس خود پیروی میکنند، در حالی که از سوی پروردگارشان هدایت به سراغشان آمده است. ام للانسان ما تمنى، آیا انسان به هر چی آرزو دارد میرسد؟ فلله الاخرة والاولى، پس آخرت و دنیا برای الله است. و کم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. و چی بسا فرشتگانی که در آسمان ها هستند ولی شفاعت آنان سودی ندارد مگر پس از آن که الله برای هر کی بخواهد و بپسندد اجازه شفاعت دهد. و چی بسا فرشتگانی که در آسمان ها هستند ولی شفاعت آنان سودی ندارد مگر پس از آن که الله برای هر کی بخواهد و پسندد اجازه شفاعت دهد. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، کسانی که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را به نام دختران نامگذاری میکنند. و ما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، در حالی که آنان به این امر هیچ دانشی علمی ندارند. آنان فقط از گمان پیروی میکنند و قطعا گمان انسان را از حق بی نیاز نمی کند. آنها در این باب چیزی نمی دانند و از نر و ماده بودن فرشتگان کاملا بی خبرند و جز از گمان پیروی نمی کنند و گمان هم در بخش اعتقادات به کسی سودی نمی رساند و انسان را بی نیاز از حق نمی گرداند. فاعرض عن من
تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنیا و از کسی روی بگردان که به قرآن ما پشت میکند و جو زندگی دنیوی نمیخواهد. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. منتهای دانش ایشان همین است. پروردگارت کسانی را که از راه او گمراه شدند بهتر می شناسد و به کسانی که هدایت یافته‌اند داناتر است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای اوست تا بدکاران را به آنچه کرده اند مجازات دهد و کسانی را که نیکی کرده اند به بهترین روی پاداش دهد. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم بمن اتقى. کسانی که از گناهانی بزرگ و زشتکاری ها جز لغزش های کوچک دوری می کنند مورد آمرزشند. یقینا آمرزش پروردگارت گسترده و وسیع است. او به شما از هنگامی که شما را از زمین به وجود آورد و از هنگامی که در شکم مادرانتان جنین بودید داناتر است. پس خودستایی نکنید. او به کسی که پرهیزکاری پیشه کرده است آگاه است. افرأیت الذی تولی. آیا کسی را که از حق روی گردانید دیدی؟ و اعطا قلیلا و اکدا. و اندکی از مال خود بذل و بخشش کرده است و بعد از بذل و بخشش دست کشیده است. عنده علم الغیب فهو یرا. آیا علم غیب نزد اوست و او میبیند که اگر انفاق کند فقیر می شود؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسی. آیا از آنچه در تورات موسی آمده او را خبر نداده اند؟ و ابراهیم الذی وفى. و نیز در صحیفه های ابراهیم که بخوبی در انجام رسالتش وفا کرد. الا تزر وازرة وزر اخرى. که هیچ کس باری گناه دیگری را به دوش خود نخواهد گرفت. و ان لیس للانسان الا ما سعی. و اینکه برای انسان پاداش و بهره نیست جز آنچه خود کرده است و برای آن تلاش نموده است. و ان سعیه سوف یرا. و اینکه یقینا سعی و کوشش او دیده خواهد شد. ثم یجزاه الجزاء الاوفى. سپس پاداش کاملی آن را به او میدهیم. و ان الی ربک المنتهى. و پایان و بازگشت همگان به سوی پروردگار توست. و انه هو اضحک و ابکى. و اوست که می خنداند و می گریاند. و انه هو امات و احیا. و اوست که می میراند و زنده می کند. و انه خلق الزوجین الذکر والانثى. و اوست که جفتهای نر و ماده را آفرید. من
نطفة اذا تمنا، از نطفه آنگاه که ریخته می شود. و انا علیه النشأة الاخرى، و پدید آوردن جهان دیگر بر عهده اوست. و اینکه یقینا بر الله است که رستاخیز را پدیدار و مردگان را زندگی دوباره می بخشد. و انه هو اغنا و اقنا، و اوست که شما را بی نیاز می کند و ثروتمند می کند و سرمایه می بخشد. و انه هو رب الشعرا، و اینکه اوست پروردگاری ستاره شعرا. و انه اهلك عادن الاولى، و اوست که نسل پیشین عاد را نابود کرد. و ثمود فما ابقا، و نیز قوم ثمود را به طوری که کسی از آنان را باقی نگذاشت. و قوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم و اطغى، و قوم نوح را پیشتر هلاک کرد زیرا آنان ستمگارتر و سرکشتر بودند. و المؤتفکة اهوى، و شهرهای زیر و روشده قوم لوط را فرو انداخت. فغشاها ما غشا، پس آن شهرها را چنان که باید پوشیده داشت، چنان که باید پوشیده داشت. فبأي آلاء ربك تتمارى، پس ای انسان در کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید میکنی، شک میکنی؟ هذا نذیر من النذر الاولى، این پیامبر هشدار دهنده یا که بیم دهنده از هشدار دهندگان پیشین است یا که از بیم دهندگان پیشین است. ازفت الازفه، رستاخیز نزدیک شد، رستاخیز نزدیک شد. لیس لها من دون الله کاشفه، جز الله هیچ کس نمیتواند آن را ظاهر و پدیدار کند روز قیامت را. افمن هذا الحدیث تعجبون، آیا از این سخن تعجب میکنید و در شگفت میافتید؟ و تضحکون ولا تبکون، آیا میخندید و گریه نمی کنید؟ و انتم سامدون، و آیا پیوسته در غفلت و حوسرانه به سر میبرید؟ فاسجدوا لله واعبدوا، اکنون که چنین است الله را سجده کنید و او را بپرستید. الحمدلله، بفضل الله متعال ترجمه سوره نجم را به آخر رساندیم و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.